خوراکی من چیست؟ خوراکی تو این زقوم. میدونید زقوم چیست؟ جوانان ما افلاس شدند. ما افلاس شده ایم. بیایید قایل شویم. ما آدمان افلاسیم. ما آدمان رسواییم. ما به دیرکه شده ایم. اگر خوراک به طعم دلمان نباشد، اگر نمک نداشته باشد، اگر تیزک نداشته باشد، بزنمان چنان می‌نگریم که گویا از دیگر سیاره باشد. این چیست ها؟ گرین را برده پرتاب، با من فرق ندارد. ما باید خوراکی دقیقاً طعم دلمان را خوریم. از فرمان الله سرکشی میکنی در این دنیا. هیچ ترسی از الله نداری در این دنیا. خوراکت در اون دنیا زقوم میشود. میدونید زقوم چیست؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن میگوید: قل اذلك خیر ام شجرة اذلك خیر نزلا ام شجرة الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین. این درخت است در آتش دوزخ. ما آن را همچون جزا برای گناهکاران، برای ستمگران و برای ظالمان آفریدیم. انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة تخرج في اصل الجحیم. این درخت از سرشبیه دوزخ میروید. پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه ها یک جا شیشته بودند و ناگاه به گوش صحابه ها صدای بلند رسید. صدای بلند بود. پیامبر الله گفت: میدونید این چی بود؟ صحابه ها گفتند: چی بود یا رسول الله؟ این چی صدایی بود؟ این سنگ بود. سنگی که به آتش دوزخ پرتافته شده بود 70 سال قبل. الان حتى انتهى الى قعرها فسمعتم وجبتها. و بعد 70 سال این سنگ اکنون به تگ دوزخ رسید و با خواست الله شما این صدایش را شنیدید. 70 سال افتش آزاد. و زقوم این درخت است که ریشه هایش از سرشبیه دوزخ آغاز می شود، از آن جایی که منافقان قرار دارند. همه ما آن جای را می دانیم. همه عذاب هایی که در آنجا به عمل می آیند. عرق بدن، خون، پوست های مرده، پوست های سوخته شده، همه این چیزها به پایان آتش دوزخ ریخته می روند. و همه این چیزها برای افزایش یافتن درخت زقوم است. می سبزد و می سبزد و می سبزد و آن خوراک تو می شود. وقتی که تو گرسنگی را حس میکنی، ملائکه های آتش دوزخ به تو زقوم میدهند. و وقتی که زقوم را میخوری، تمام عضوهای درونیت نابود میشود، باطنت نابود میشود. انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرة تخرج في اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین. و میوه‌ای که در آن حاصل میشود به کله شیطان ها مانند است. این وعده الله است. فإنهم لآكلون منها. آنها این را میخورند. فمالئون منها البطون. الله مجبور میسازد تا شکمهایتان را از حاصل زقوم پر کنند. و بعد زقوم به نهایت تشنه میشود که آن طاقت ناپذیر است. و تو آنها را زاره و تولا میکنی که آب دهند. و این یستغیثوا بعد چی می شود وقتی که تولا میکنی که به تو آب دهند؟ آب دهند. و این یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشوی الوجوه. الله سبحانه و تعالی فرمان برآورده است که نوشاکی آنها همین جوش می شود. آب جوشی سوزاننده. شما را مجبور از آن می نوشانند و وقتی که می نوشید تمام روی و دهانتان سوخته نابود می شود. چرا برادرانم؟ چرا ضد الله می برآیید؟ چرا برادرانم؟ چرا خواهرانم؟ چرا گناه میکنید؟ دیده و دانسته به خود غضب الله را میآورید. چرا؟ الله به ما از همه دین بهترین را داده است. الله به ما مهربانی بی‌آخر را عطا کرده است. الله به ما از کرامت بی‌آخرش عطا کرده است. چرا آخر چرا بر ضد الله میبرایید؟ سرکشی میکنید در زمین الله. التماس برادران و خواهرانم، التماس از شما التجا دارم. همیشه ترس داشته باشید در نزد الله عزوجل. حس ترس، همیشه حسیات ترس داشته باشید در نزد او، تا که این حسیات ترس هیچ وقت از عقل و دلتان گم نشود. ولی اگر دلتان را ناسالم پیدا کردید و آب چشمانتان از ترس در نزد الله نمیریزد، خود را مجبور کنید خود را تا گریه کنید. انیق است که آدمانی که از شما بهترند، کسانی که از شما دیده دیندار و خدا ترسند،
бовар кунед, онҳо шабу рӯз оби чашм мерезанд. аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар Қуръон мегӯяд: says in the Quran, إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. вақте ки ба онҳо ояти Қуръон хонда мешуд, онҳо ба суҷуд мерафтанд, то ки зор зор бигирянд ва оби чашм бирезанд. агар шумо аз тарс гирья накунед дар назди Аллоҳ дар ин дунё, пешакӣ худро ва шуморо огоҳ мекунам, агар ки мо зор зор гирья накунем ва оби чашм нарезем аз тарси Аллоҳи бузург дар ин дунё, бовар кунед, дар он дунё аз ин дида зиёд оби чашм мерезем.